یا مولد. من اصطلاحا خودم بهشون میگم مولد. مولدها تو لوازم قنادی‌ها به صورت کیلویی فروخته میشن، یعنی فروشنده ابتدا شما هر طرحی که مد نظرتون باشه رو براتون وزن میکنن و بعد بهتون قیمت میدن. ولی قالب سیلیکونی اینطوری نیستش. مولدها رنگ‌ها، طرح‌های خیلی زیادی دارن که شما وارد لوازم قنادی بشین از هر طرحی که مد نظرتون باشه هست. اما من تمام مولدها هم همینا هستش، مولدهای کاربردی. میخوام بهتون این نکته رو بگم که واسه شروع کار حتما نیاز نیست که خیلی هزینه کنید. با همین چند تا مولد کاربردی هم میتونید یه پیج خیلی خوشگل داشته باشین. فقط کافیه خلاقیت داشته باشین و اینکه این مولدها هم قابل شستشو با ماشین ظرفشویی هستن. من دونه دونه میام نزدیک بهتون نشون میدم. قالب حروف مولدش هم تهیه کردم، اما این مولد رو بهتون اصلا پیشنهاد نمی‌کنم بخرین، به خاطر اینکه من خودم زیاد اصلا ازش استفاده نکردم، بیشتر برای فوندانت گذاشتمش کنار، چون واسه شکلات بسیار مولد ظریفیه. یعنی شما شکلاتی که می‌ریزین توش میشکنه و یعنی که تمرینتون خیلی بره بالا. ولی در کل من این مولد رو پیشنهاد نمی‌کنم، ولی اعدادش خوب بود. ولی مولد حروفش خیلی سخت بود و شکلات میشکست و به خاطر همین من قالب سیلیکونی که تو ویدیو قبل دیدین رو تهیه کردم. اینم از آموزش انواع مولدها و قالب‌های سیلیکونی. تمام مولدها و قالب‌های سیلیکونی که من استفاده می‌کنم تصویر می‌بینید. میتونید با کمترین هزینه کارتون رو شروع کنید. هر سوالی داشتین زیر کامنت های همین پست برام بنویسین یا دوباره بهم دایرکت بدین. شماره هم که تو بیو هست. برای اطلاعات بیشتر حتما تو واتساپ بهم پیام بدین.